بذار یه توضیح در مورد ملاسما بدم. ملاسما که لکه‌های تیره هستش، قهوه‌ای رنگه که امکان داره نوک بینی، پیشونی، روی گونه‌ها یا توی چونه شما زده بشه. این به خاطر رشد خیلی سریع رنگدانه‌های طبیعی پوست هستش، برای همین این لکه‌ها رو میتونید توی صورت ببینید. خب روش درمانی این چیه؟ دیگه نمیشه با ماکرونیدلینگ بیای ملاسما رو از بین ببری، به خاطر اینکه یه مقدار عمیق‌تره. ماکرونیدلینگ بیشتر روی سطح پوست کار میشه و تاثیر بسزایی نخواهد داشت. ما میایم از روش‌های دیگه استفاده میکنیم که یه مقدار قوی تر هستن و ادوانس تر هستن. یکی از روشاش که الان خیلی هستش و خیلی از همکارا انجام میدن CO2 لیزره. CO2 لیزر یک لیزری هستش که دقیقاً یک لایه از پوست رو برمیداره